فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده در مورد این است که باز درباره بهشت در کلینی گفتن درسته که میگن اگر زنی که حامله است و با فرزند در شکم بمیره به بهشت میره؟ بله، در صورتی که دارای ایمان درست و قابل قبول نزد الله تبارک و تعالی بوده باشد، امیدوار هستیم که الله تبارک و تعالی او را در جمله شهدا بشماره. و حدیث در صحیح مسلم و موطا امام مالک و دیگر کتاب ها با سند صحیح هست که شهدا تنها اون کس که در میدان جنگ در راه الله تبارک و تعالی کشته می شود او نیست، بلکه شهدای امت ما دیگرانی هستند که از جمله کسی که در دریا غرق شده بله جان میبازه، یا که بنیان و دیواره بر او منهدم میشود، یا زنی که در حالت در اثر وضع حمل جان میبازه و چیزهای دیگری هست که در مجموع طاعون هست، مرضهای وبایی که گرفتار میشوند و مرضهای شکم درد و که قبض و بعضی چیزهای، یعنی امراضی که قبلا خطرناکتر بود و فعلا علاجی او آسان تر هست. تمام اینها انواع و اشکالی هست که در حدیث صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در صحیح مسلم، موطا امام مالک و دیگر کتاب ها، سنن ابو داود و دیگرها آمده که اینها جزئی از شهدای امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. اما شرط ایمان درست با اونها لازمی هست. قسمی که او شرط ایمان و اخلاص در شهادت در میدان جنگ هم ضروری هست، نه اینکه هر کس در میدان جنگ حاضر شد و تیر آمد به او اصابت کرد شهید باشد. گمانی ما، امیدواری ما درباره او هست، اما نزد الله تبارک و تعالی اعتبار شهادت او زمانی است که ایمان واقعا داشته باشه، ایمان او درست و اخلاصمندی او در عمل جهاد و در راه الله تبارک و تعالی وافر و کامل بوده باشد.